من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا در درس گذشته خواندیم که بعد از تدبیری که حضرت یوسف علیه السلام به کار برد توانست برادرش بنیامین را پیش خودش نگه دارد و هرچه برادران دیگه اصرار کردند یوسف علیه السلام راضی نشد و گفت که ما کسی را که اشتباهی بکند به جای او دیگری را نمیگیریم و نگه نمیداریم. علی ای حال برادران بعد از چانه زنی مایوس شدند، ناامید شدند. حال بعد از اینکه مایوس شدند و بنیامین پیش یوسف ماند با هم مشوره کردند که چه کار بکنند. قرآن مجید اون مشورهشون را ذکر کرده. فلما استیئسوا منه، وقتی که مایوس شدند از آن، یعنی از بنیامین یا از عزیز مصر که دیگه بنیامین را به اونها بر نمیگرداند، خلصوا نجیا، یعنی تنها شدند برای مشوره، برای گفتگو که چیکار بکنیم الان، پیش پدر چه توجیه ببریم، به پدر چه بگوییم. برادر بزرگتر که یهودا بود یا یهوذا، اون گفت من که نمیم، من رو ندارم بیام. قال کبیرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله. بزرگترشان گفت شما نمیدانید که خداوند، که پدر از شما پیمان گرفته، موثقا من الله، پیمانی که از جانب الله است، یعنی نام خدا را ذکر کردید و خدا را در میان گذاشتید و سوگند یاد کردید. و من قبل ما فرطتم فی یوسف، قبل از اون چه که کوتاهی کردید درباره یوسف اون هم میدانید.
اون هم در ذهن دارید. اون زمان با پدر چه کردید، الان چه پیمانی بستید و چه سوگندی یاد کردید. لذا این همه مسائل، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی، من همواره در این سرزمین میمانم. منظور از سرزمین سرزمین مصر است. من در این مصر میمانم و مصر را به هیچ وجه ترک نمی کنم تا اینکه پدر به من اجازه بده. حتی یأذن لی ابی، پدر اجازه بده، او یحکم الله لی، یا خداوند برای من فیصله بکند. خدا چه فیصله بکند؟ مثلا اینکه عزیز مصر دلش رحم بیاید، بنیامین را آزاد کند، من بنیامین را بردارم و بیام. غیر از این صورت من به کنعان نمی آیم. و هو خیر الحاکمین، اون خدا بهترین فیصله کننده هست، بهترین داور است. لذا من منتظر داوری ربم میمانم و منتظر فیصله خدایم میمانم. من با شما نمیام، شما برید. ارجعوا الی ابیکم، این بخش دوم مشوره است. بخش اول متعلق به خودش بود، دومی که شما بروید. ارجعوا الی ابیکم، پیش پدرتان برید. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، ای پدر فرزند تو دزدی کرد و ما اطلاعات بیشتری نداریم. ما اون چیزی که با چشمان خودمون دیدیم اون را داریم میگیم. و ما شهدنا الا بما علمنا، ما شهادت نمیدیم مگر اون چیزی را که خود ما میدونیم. خود ما چی میدونیم؟ خود ما چی دیدیم؟ من رؤیتنا الصواع فی رحل بنیامین، ما دیدیم که اون صواع ملک، پیمانه مخصوص پادشاه، در اسباب و وسائل بنیامین بود. ما اینو میدانیم، لذا گواهی میدیم. اون طرف پشت پرده چی هست؟ در غیب چه خبر نمیدانیم. و ما كنا للغیب حافظین، ما حافظ غیب نیستیم، محافظ کارهای پنهانی بنیامین نیستیم. پشت پرده چه کار کرده، چه عملی انجام داده، حقیقی نیست. ما بیشتر اطلاعاتی نداریم. علی ای حال برادران رفتن پیش یعقوب علیه و علی نبینا الصلاة و السلام. به یعقوب گفتند که یعقوب دید بنیامین همراه نیست، یهودا هم همراه نیست. به یعقوب گفتند که پدر بنیامین دزدی کرده، سرقت کرده، یهودا هم به خاطر او مانده. و از برای اینکه پدر را اطمینان بدهند به پدر گفتن شما اصلا برید از خود اهل مصر بپرسید، اهل مصر بماند، شما از همین کاروان کنعانی ها که با ما بود بپرسید. همه میدونند، همه گواهند که ما خیانت نکردیم، ما اون چی که میگوییم راست میگوییم. واسأل القرية التي كنا فيها، سوال کن از اون قریه، از اون شهری که ما در آن شهر بودیم، یعنی از اهل مصر برو بپرس. والعیر التي اقبلنا فيها، و از کاروانی که ما در آن کاروان آمدیم از اون کاروان بپرس. و انا لصادقون، همانا ما صادق هستیم، ما راست میگوییم، ما خلاف نمیگوییم. وقتی که همه ماجرا را برای یعقوب علیه السلام گفتند، یعقوب غمش چند برابر شد، حزنش چند برابر شد. یعقوب علیه السلام چون که اعتماد نداشت، باور نکرد. در ابتدا گفت قال بل سولت لكم انفسكم امرا،
سولت یعنی زینت. منظور اینه که شما خودتون این حرف را درست کردید، نفس شما یه چیزی را برای شما تزیین و زیبا قرار داد که بهانه درست کنید، لذا اینو به دست من دادید. یعقوب بر این باور بود که برادران پسرانش باز هم نیرنگ بازی می کنند. از اینجا هم معلوم میشه که این نبی خدا از غیب خبر ندارد، و الا الان برادران مقصر نبودند، برادران اینجا کوتاهی نکردند. با وجودی که کوتاهی نکردند یعقوب علیه السلام اونها را متهم میکند. خب این قیاس هست بر گذشته، درباره یوسف اینا کوتاهی کردند، یعقوب فکر میکنه همین کوتاهی را الان هم مرتکب شدند. لذا میگه قال بل سولت لكم انفسكم امرا، بلکه مزین کرد برای شما نفس شما امرا، یک کاری را که با من این کار را بکنید. اما من چی کار میکنم؟ دست من کاری دیگه نمیشه. فصبر جمیل، ای صبری صبر جمیل، صبر من صبر جمیل است، چنان صبری که هیچ شکوهی در اون صبر نیست، هیچ شکایتی نمی کنم، منتظر میمانم، به ربم امید میکنم. عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، من امید دارم از پروردگارم، امید دارم این که بیاورد همه را، هر ستاره، یوسف را هم فراموش نمی کند، هر سه را بیاورد، یوسف و بنیامین و یهودا را. انه هو العلیم الحکیم، علت این است که همانا الله علیم هست، خوب میداند، الحکیم کارهایش حکمت دارد. حضرت یعقوب علیه السلام از یوسف هرگز ناامید نمیشه، به دلیل اینکه یعقوب به دلش نشسته یقین دارد که اون خواب باید محقق بشه، تعبیر بشه، و یقین دارد که این فرزندش پیامبر خدا و نبی خدا میشه و مردم را به سوی حق فرا میخواند. لذا منتظر اون روزها هست، ولی نمیداند پروردگار میخواهد چه فیصله‌ای بکند تا کی ادامه داشته باشد. لذا یعقوب علیه السلام فرزندان خودش را ترک می کند، یک گوشه، یک خیمه جداگانه برای خودش انتخاب می کند، شب و روز با رب راز و نیاز می کند، پیش خدایش گریه می کند و از خدا استمداد می طلبد. اینجا الله عزوجل بخشی کوچکی از حزن یعقوب را و از غم یعقوب را و اینکه چه مناجاتی با پروردگارش داشت و چقدر گریه می کرد اون یاد کرده. و تولی عنهم یعنی از اونها رویگردانی کرد، اعراض کرد، ناراحت شد و کناره کشی کرد. و قال یا اسفا علی یوسف، ای افسوس بر یوسف، چه یوسف زیبایی داشتم. منظور یوسف هم کجا رفت؟ و بیضت عیناه، قرآن میگه چشمش سفید شد، از بس گریه کرد، از بس غم کرد و اشک ریخت، بیناییش را از دست داد. سفیدی چشم کنایه از بینایی از دست دادن هست. و بیضت عیناه من الحزن، و چشمانش از غم سفید شد. فهو کظیم، اون در دل غم داشت. کظیم میگن کسی که قلبش پر از غم باشد. بعضی مردم میگن دل من پر از خون است، باز بکنم ببینی که تو دلم چه خبر است. چنین حالتی داشت یعقوب، دلش پر خون بود، پر غم بود. وقتی که باز هم یا اسف علی یوسف گفت، بر یوسف حسرت خورد، بر یوسف افسوس خورد، برادران اعتراض کردند. همیشه یوسف را همیشه یاد میکنی، فراموشش نمیکنی.
قالوا تالله تفتأ تذكر یوسف، گفتن سوگند به خدا، تفتأ ای لا تفتأ، همواره تو یاد میکنی یوسف را، حتی تکون حرضا، حتی که حرض میشی. حرض یعنی از کار میفتی، اعصابت، چشمت، تمام بدنت از کار میفته. او تکون من الهالکین، یا اینکه از هالکین میشه، هلاک میشه، از بین میری، خودت ضایع میشی. تا کی یوسف را فراموش کن. اما یعقوب میگه یوسف فراموش کردنی نیست. قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله، جز این نیست که من شکایت میکنم، شکایتم را پیش شما نمیکنم، پیش مولایم میکنم. انما اشکو بثی، من شکایت میکنم غم بزرگم را، و حزنی و حزنم را، الی الله، پیش خدا، لا الی الخلق، پیش مخلوق من شکایت نمی کنم. و اعلم من الله ما لا تعلمون، من میدانم از جانب الله آنچه که شما نمیدانید. شما نمیدانید من چی میدانم. اشاره یعقوب علیه السلام به نبوت یوسف است، به خواب یوسف است، به اینکه الله عزوجل یک روز یوسف را می درخشاند. من در انتظار اون روزها هستم، ولی نمیداند یعقوب که آیا عاقبت به اون امید میرسد، به اون آرزو میرسد یا نمیرسد، ولی انتظار دارد و زار زار گریه میکند برای اون ساعت. باز هم به برادرانش، به فرزندانش میگه شما دوباره برید عزیز مصر را از طرف من سلام برسانید. در تفسیرها با این پیغام نوشته عزیز مصر را از طرف من سلام برسانید. بگویید یک پیرمردی هست که اولین فرزندش را قبل از این از دست داده و سالهاست در فراق او گریه می کند، حتی بینایی چشمش از بین رفته، جایی را نمی بیند و دومین عصایش این است که تو او را نگه داشتی، زندانش کردی، لذا بر من رحم کن و فرزندم را آزاد کن. اما قرآن میگه که به برادرانش گفت که بروید برای یوسف بگردید، برای یوسف تلاش کنید. شاید در راستای تلاش همین پیغام بود که برای عزیز مصر داد. یا بنی اذهبوا فتحسسوا، ای فرزندانم بروید شما، فتحسسوا، جستجو کنید، بگردید، تلاش کنید، من یوسف و اخی، برای یوسف و برادرش، ولا تیأسوا من روح الله، ناامید نباشید از رحمت الله. شاه عبدالقادر گفته از فیض الله، از فیض الله، از لطف و مهربانی الله شما ناامید نباشید. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، همانا از رحمت الله ناامید نمیشه مگر قومی که کافر باشد، اعتقادی داشته نباشد، اون ناامید میشه. لذا شما برید ناامید نباشید. فلما دخلوا علیه، بار دیگر برادران آمدن پیش عزیز مصر، بار سوم هست، 9 برادر این بار میان، یهودا همونجا نشسته. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز، میاین پیش یوسف، ای عزیز، مسنا و اهلنا الضر، به ما و به اهل عیال ما، به همه ما آسیب رسیده، همه نوع آسیب، هم این غم و ناراحتی و هم این قحط و ناداری. از یک طرف گرسنگی فشار می آورد و از یک طرف متلاشی شدن خانواده، هر یکی یک جایی. پدر ما این سلام را گفته، یک فرزندش قبلا گم شده و چشمایش را در فراق او از دست داده و یک فرزند اینه که پیش تو هست. خود ما ها چیزی برای خوردن نداریم،
لذا بر ما رحم کن. لذا میگویند مسنا و اهلنا الضر، به ما و به اهل و عیال ما آسیب رسیده، ضرر رسیده، هم ضرر جانی هم ضرر مالی. و جئنا ببضاعت مزجات، این بار هم ما آمدیم با کالا و با پول بی ارزش مختصر، چون نداریم، به دلیل ناداری آمدیم. ای عزیز فاوف لنا الکیل، کیل را گندم را هم به ما کامل بده. و تصدق علینا، بر ما تصدق کن، بر ما صدقه کن و بر ما احسان کن. ان الله یجزی المتصدقین، خداوند متصدقین را پاداش میده. خدا به تو پاداش میده، هم به ما گندم بده و هم برادر ما را رها کن. وقتی که این پیغام غمناک را از طرف حضرت یعقوب علیه السلام دادند، یوسف علیه السلام نتوانست بیشتر خودش را کنترل بکند، بیشتر تحمل کند و از طرف الله عزوجل هم لابد اجازه داشت که دیگه سر را افشا کند، راز را بازگو کند. لذا یوسف علیه السلام لب به سخن گشود. تفسیر مدارک نوشته، تفسیر امام نصفی رحمه الله، که لما قال مسنا و اهلنا الضر، وقتی برادران گفتم به ما و به اهل و عیال ما ضرر و آسیب رسیده، و تضرعوا الیه، تضرع کردند، گریه کردند، و طلبوا منه ان یتصدق علیهم، از یوسف خواستند که صدقه بکند، به اونها گندم هم بده که چیزی ندارند. ارفضت عیناه، چشمانش جاری شد. ولم یتمالک، و بیشتر خودش را کنترل نکرد. ان عرفهم نفسه، تا اینکه خودش را معرفی کرد برای اونها. یوسف علیه السلام ابتدا با این سؤال، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی، آیا شما میدانید چه کردید با یوسف و برادرش؟ اذ انتم جاهلون، زمانی که شما جاهل بودید، نمیدانستید. بازم برایشون عذری درست میکنه این پیغمبر کریم. شما جاهل بودید، نمیدونستید، ولی میدونی با یوسف چه کردید؟ میدونی با برادر یوسف چه برخوردی داشتید؟ چه رویه‌ای داشتید؟ اینها تعجب کردند این کیه که از یوسف داره میگه، از برادر یوسف اشاره میکنه به طرف ما، به خیانت ما. لذا چشماشون را بیشتر باز کردند، نگاه کردند. اصلا قبلا به تصور این نبودند که یوسفی در کار باشد، اما وقتی نگاه میکنند سبحان الله، یوسف و بنیامین نشستند، اینها عکس و کپی هم دیگه هستند. اینها همون یوسفه، این همون یوسف برادر هم هستند. لذا تعجبا پرسیدن، قالوا ائنک لانت یوسف، آیا تو یوسف هستی؟ قال انا یوسف و هذا اخی، بله من یوسف هستم و این برادرم هست. قد من الله علینا، همانا الله بر ما لطف کرد، الله بر ما احسان کرده، ما را الله به اینجا رسانده. شما که ما را در چاه انداختید، ولی خدای عزوجل ما را به این جایگاه رساند. انه من یتقی و یصبر، اصل را بیان میفرما. اصل کلی چیه؟ انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، همانا هر کسی که تقوا داشته باشد، از الله بترسد و صبر کند در زندگی، فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، الله اجر چنین نیکوکاران را ضایع نمی کند. اجر ما ضایع نیست، الله بر ما لطف کرد، ما به اینجا رسیدیم. امروز عزیز مصر، نقشه های شما نقشه ذلت بود.
این اصل مال یوسف نیست، این اصل کلی است، برای ما هم هست. اگر گاهی برای ما مشکل پیش میاد، این هر دو را پیش بگیریم. من یتقی و یصبر، هم از خدا بترسیم و هم صبر کنیم. الله تعالی در قرآن در جای دیگه به ما فرموده استعینوا بالصبر والصلاة. مشکل که آمد، یکی صبر یکی نماز. بعضی مفسرین گفتن صلات یعنی دعا، دعا و صبر هر دو تعارض ندارد، هم دعا و هم نماز این یکی هست و هم صبر. الله آخر ضایع نمی کند این صبر را و این دعاها را. یوسف علیه السلام، یعقوب همیشه دعا کردند. لذا ان الله لا یضیع اجر المحسنین، الله عزوجل اجر نیکوکاران را، بندگان مخلصش را ضایع نمی کند. الان برادران که متوجه شدن اعتراف به جرم می کنند. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، قسم به خدا شما را الله ترجیح داد بر ما، الله شما را برتر و افضلتر قرار داد. و این كنا لخاطئین، همانا ما خطا کردیم، ما بر اشتباه بودیم، ما غلط کردیم اون برخوردی که با شما کردیم، اما الان پشیمانیم، الان متوجه شدیم. اما ببینید سیرت یوسفی و سیرت پیغمبرانه را، همیشه اگر اخلاق پیغمبرانه ما داشته باشیم، اینا را الله برای ما بیان کرده که الگوی ما هستند. ما در مسائل خودمون از عفو، از گذشت، از جوانمردی کار بگیریم، انسان عزتمندتر میشه، انسان ذلیل نمیشه. قال لا تثریب علیکم اليوم، فوراً گفت ملامتی نیست بر شما، گرفتی نیست بر شما، مؤاخذه‌ای نیست، امروز یغفر الله لكم، الله شما را میبخشد، و هو ارحم الراحمین، و اون ارحم الراحمین است، ارحم الراحمین شما را میبخشد، نگران نباشید. اما زودتر پدر را بیارید. اذهبوا بقمیصی هذا، وقتی که برادران با هم متوجه شدند که یوسف علیه السلام هست، قرآن جزئیات را نمیگه، در کتاب ها نوشته که همه به آغوش یوسف خودشون را انداختند، زار زار گریه کردند، هر یکی عذرخواهی کرد، هر یکی اظهار پشیمانی کرد. مردم دیدند چون یوسف تمام رازی که داشت تنها بود، حتی به نزدیکترین افرادش نمی گفت، تنها با اونها ملاقات کرد. آخر مردم دیدند و مردم پرسیدند که اینها که اینقدر گریه می کنند و یوسف را به آغوش گرفتن کی هستند؟ خبر رسید که اینها برادران یوسفند و به پادشاه هم خبر رسید که یوسف برادرانش را که مدتها بود در انتظار اونها بود، برادرانش را یافت و پدرش هنوز زنده هست. پادشاه هم پیغام میفرستاد به یوسف علیه السلام که من با سلطنتم هر نوع آمادگی برای پذیرایی و برای استقبال از پدر شما و از خاندان شما داریم، از اونها تقاضا بکنید به مصر بیاند و اینجا زندگی بکنند، چون نمیخواستن یوسف را هم از دست بدند. لذا یوسف علیه السلام گفت که پس بروی شما پیش پدر. اما با وحی الهی یوسف متوجه شد که الله تعالی به یوسف فرمود الان دیگه فرج آمد، مشکلات تمام شد، مشکلات به اوج رسیده، دیگه کم کم فرج داره میاد. الله تعالی دستور داد که پیراهنت را بفرست برای پدرت که بر چشمانش بمالد و بزند، بیناییش را بیابد. لذا یوسف علیه السلام گفت اذهبوا بقمیصی هذا، ببرید پیراهنم، این پیراهنم که به تنم هست، فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، بیندازید بر چهره پدرم، بر پدرم، تا که یأت بصیرا، بینا می آید، بیناییش برمی گردد. اینجا مفسران همه گفتند، قال المحققون، تفسیر خازن نوشته،
محققون گفتند که ان علم یوسف بان القاء ذلك القمیص على وجه یعقوب یوجب رد البصر کان بوحی الله الیه ذلك. اینکه یوسف میدانست که این پیراهن موجب دید چشمش میشه و بازگشت دید میشه، این به سبب وحی بود، یوسف از طرف خودش نمیدانست. لذا این را ببرید و به یعقوب علیه السلام به یعقوب بدهید تا که یعقوب ببوید، بر چشمانش بزند، بر چهره بزند، بیناییش را ببیند. و اتونی به اهلکم اجمعین. این بشارت دوم، شما بیایید با اهل و عیال همگی بیایید. ولما فصلت العیر، قرآن میگه وقتی که جدا شد این کاروان از مصر فاصله گرفت، قال ابوهم، این کاروان را این بار پادشاه سواری های تندرو و مخصوصی داد که زودتر بروند. قال ابوهم اینی اجد ریح یوسف. این معجزه دیگری، اینجا یه معجزه الله به پسر میده، یه معجزه اونجا به پدر میده. الان معجزات شروع میشه، طلسم شکست، فتح باب شد، الان نصرت الله هست. قال ابوهم، پدر گفت اینی لاجد ریح یوسف، من احساس میکنم بوی یوسف را. بوی یوسف هست که به مشام میرسد. لولا ان تفندون، اگر شما مرا دیوانه نخوانید، نگویید که پیرمرد عقلش را از دست داده، من ریح یوسف را و بوی یوسف را به مشامم حس میکنم از مسافت دوری. قالوا تالله انك لفی ضلالك القدیم. اطرافیان، نوها بچه های همین بچه ها بودند، اونا گفتن قسم به خدا تو در همون خطای قدیمت هستی، اشتباه قدیمت هستی، اشتباه داری میکنی. یوسف کجا؟ خبری از یوسف نیست. این که حضرت یعقوب علیه السلام میگه که من بوی یوسف را احساس میکنم، این هم از جمله معجزات. عرض کردم تفسیر کبیر گفته انه تعالی اوصل تلك الرائحه الیه، الله این بو را به او رسانید علی سبیل اظهار المعجزات، به صورت اظهار معجزه. لأن وصول الرائحة إليه من هذه المسافات البعيدة، زیرا رسیدن بو از این مسافت بعیده امر مناقض للعاده، این خلاف عادت است. فیکون معجزه هست. هیچ وقت معجزه را با کارهای عادی قیاس نکنید و هم هیچ وقت از معجزه استنباط و برداشت نادرست نکنید. بسیاری از مسلمانان فریب خورده که عقیدهشون خراب شده، متاسفانه از اینکه از احادیث که در اون احادیث بحث معجزه پیامبر گرامی اسلام یا بقیه پیامبران هست، از اینها برداشت نادرست میکنند. مثلا وقتی که در حدیث است که رسول الله صلی الله علیه وسلم سنگی بر او سلام میگوید یا سنگی شهادتین را میگوید یا درختانی با اشاره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نزدیک میآیند و سایه میکنند، بعضی ها که حقیقت معجزه را نمیدانند میگن پس پیغمبر مالک زمین و زمان هست، مالک سنگ ها و درخت ها هست، پیغمبر هر کاری میتونه بکنه. نه، معجزه را الله ظاهر میکنه، به دست پیغمبر ظاهر میکنه هر وقتی که الله بخواهد. هر وقت که الله نخواهد نمیشه. معجزه به دست موسی هست، اما خود موسی خبر نداره که معجزه است، میترسه، پا به فرار میگذاره. الله میفرماید موسی نترس، بگیر، بار دیگه بگیر، دوباره عصا میشه. در میدان مبارزه با جادوگران هم میترسه، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، نترس، تو پیروز هستی. عیسی علیه السلام که معجزه را ظاهر میکند میگه ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله، هر کار میکنم به اذن الله میکنم، به اذن الهی میکنم.
لذا اینجا هم هر چی که میشه به اذن الهی هست. مبادا کسی از این معجزه چنانچه بعضی از اهل بدعت از معجزات برداشت سو کردن، از این معجزه برداشت بکند که حتما یعقوب غیب میدانست. نه، یعقوب غیب نمیدانست. از معجزه غیب ثابت نمیشه. معجزه چیزی دیگه هست. الله عزوجل اخبار دور و نزدیک را گاهی به پیغمبران میده. اینها رو میگه اخبار غیب، نه علم غیب. اخبار غیب که به پیغمبر داده میشه، به ما هم پیغمبر اون اخبار را میگه. وقتی که ما الان از اون اخبار غیب مطلع هستیم، به ما عالم الغیب نمیگویند. ما الان بسیاری از علائم قیامت را ما میدانیم، چون رسول الله فرموده. مثلا یکی طلوع خورشید از مغرب هست، این الان شما تک تکتون میدونید. خب این غیب نیست، این از اخبار غیب است که الله داده. لذا این هم معجزه‌ای بود که به یعقوب علیه السلام داد. و الا اگر یعقوب غیب میدانست، یعقوب میدانست که بچه ها دارن یوسف را برای انداختن تو چاه میبرند، نمیگذاشت. یعقوب اگر غیب میدانست که در چاه یوسف، در یک چاه تاریک، در اون شب تار تنها هست، هیچ کسی نیست، یعقوب خودش را میرسوند. یعقوب نمیدانست. شیخ سعدی رحمه الله این و اون را با هم در کنار هم قرار داده و در غالب شعری گفته که از یعقوب پرسیدند که چرا در چاه کنعانش ندیدی ولی از دور بوی پیراهنش را شنیدی؟ گفت که احوال ما همین طوره، یعنی معجزه الله هست. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند. از اون گم کرده فرزند پرسید ز مصرش بوی پیراهن شمیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ از مصر بوی پیراهنش را احساس کردی، به مشامت رسید، چرا اینجا در چاه کنعان ندیدی؟ بگفتا احوال ما برق جهان است، دمی ظاهر و دیگر دم نهان است. گاهی ما همه چیز را میبینیم میدانیم چون الله به ما میگه، گاهی دیگه اون چی هست پوشیده است ما نمیدانیم. گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. لذا به یک جایگاه بسیار عالی که بر بسیاری از امور مسلط هستیم از طرف الله عزوجل، گاهی پشت پای خود را نمی بینیم. در واقع جایگاه معجزه نسبت به انبیاء این است، هر وقت الله بخواهد معجزه کار می کند و هر وقت الله نخواهد. یا خلاصش اینه که معجزه در اصل کلید به دست الله هست، گرداننده الله هست، اما به دست پیامبران ظاهر میشه و در اختیار پیامبران نیست. لذا اینها گفتن، نوها گفتن که پدر بزرگ همون اشتباهات قدیم را تکرار میکنی، بازم یوسف کجاست یوسف؟ فلما ان جاء البشیر، زمانی که بشیر آمد، مژده دهنده. این مژده دهنده کی هست؟ میگویند که این یهودا است. از اونجا که یوسف پیراهن را داد، یهودا قبل از همه پیراهن را به دست گرفت، گفت که اون پیراهن دروغین را هم من بردم، این پیراهن راستین را هم من میبرم. اون شبی که گفتند فرزندت را گرگ خورد، اون شب هم پیراهن به دست من بود. عن سفیان قال یهودا انا احمل قمیص الشفا کما ذهبت بقمیص الجفا. تفسیر مدارک. این قمیص شفا را من میبرم همان گونه که قمیص جفا و قمیص ظلم را بردم، لذا من به کسی دیگه نمیدم، این را برد. فلما ان جاء البشیر القاه، زمانی که آمد بشیر مژده دهنده آمد، القاه علی وجهه فارتد بصیرا، انداخت بر چهرهش، فارتد بصیرا، بینا شد، بینایش برگشت. قال الم اقل لکم، یعقوب به فرزندان گفت، به نوه‌ها گفت، الم اقل لکم
انی اعلم من الله ما لا تعلمون. آیا من به شما نگفته بودم من میدانم از الله آنچه که شما نمیدانید؟ من در انتظار بودم، من میدانستم. پیغمبر مطمئن است که وعده الهی محقق میشه، لذا بینایش برگشت، خوشحال شد. پدر فرزندانش را اول دید، اما بعضی از بزرگان مثل حضرت سفیان رحمه الله، سفیان ثوری گفته وقتی که بشیر آمد، مژده دهنده آمد و گفتم پدر این کسی که ما ازش تعریف می کردیم به عنوان عزیز مصر، این یوسف خود ماست. این مرد که این همه احسان به ما کرد، بنیامین را او نگه داشته بود، برادرش را نگه داشته بود. همه چیز را که به پدر گفتن، اولین چیزی که پدر پرسید از دین یوسف پرسید. سبحان الله، پیامبران و بندگان صالح خدای عزوجل دغدغه دین فرزندانشون را دارند. یکی از بزرگترین دغدغه ها که باید هر یک از ما داشته باشیم، برای دنیایشون، برای بقیه مسائلشون اونقدر فکر نکنیم که برای دینشان فکر بکنیم، برای دینشون برنامه ریزی بکنیم که اگر دیندار بودند، صالح بودند، با خدا و با تقوا بودند، ما در قبر باشیم، قبر ما انشاءالله روشنه، اعمال ما جاری هست. یکی از صدقات جاریه فرزند صالحی هست که برای انسان دعای مغفرت می کند. از هر سرمایه‌ای این سرمایه با ارزشتر است، روی این سرمایه گذاری بکنید. این یعقوب پیغمبر است، فرزندش هم پیغمبر است، ولی میگه مبادا این همه سالها کجا رفته، چی به سرش آمده، دیدگاه و عقیده و دینش چی هست. لذا لما جاء البشیر الى یعقوب، وقتی که بشیر آمد پیش یعقوب، مژده دهنده، بشارت دهنده، قال له على ای دین ترکت یوسف، یوسف را بر چه دینی ترک کردید؟ شما که آمدید بر چه دینی بود؟ قال على الاسلام، بر اسلام بود. قال الان تمت النعمه، تفسیر قرطبی گفت پس نعمت الان تکمیل شد، الان دلم قرار گرفت، الان مطمئن شدم. و از وصیت یعقوب که ما در سوره بقره خواندیم هم معلوم میشه که یعقوب در آخرین لحظات فرزندانش را به همین توصیه کرد. و وصى بها یعقوب بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، ابراهیم هم فرزندانش را توصیه کرد و یعقوب هم. یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ای فرزندان، خداوند برای شما دین را انتخاب کرده، با ارزشترین چیز دین هست. ببینید بدون اسلام نمیرید، ببینید از این دنیا بدون ایمان و بدون اسلام نروید. اسلام عزیز را، ایمان را تا آخر با چنگ و دندان داشته باشید، محکم نگه داشته باشید. لذا ابراهیم علیه السلام، یعقوب علیه السلام دغدغه دین دارد. ما برای آینده دنیای فرزندانمون فکر میکنیم، مغازه میگیریم، پاساژ درست میکنیم، باغ درست میکنیم، منزل درست میکنیم. همین اندازه که به فکر دنیایشون هستیم، چند برابر به فکر دینشون باشیم که این فرزند خدای نکرده بی دین نباشه، بی نماز نباشه، بی تقوا نباشه. و الا اگر بی تقوا باشه، لاابالی باشه، وقت مثل بقیه دودی باشه، هر چی که ما برایش اندوخته بکنیم اون با دود همه را تمام میکنه، همه زحمت دنیای ما را هم ضایع میکنه. پس دنیا هم محفوظ میمانه با دین. به فکر دین باید بود. این سیرت انبیا هست، سیرت پیغمبران است که برای ماها الگو هست. اما فرزندان الان سرشون پایینه. چه ظلمی به پدر کردند، چه جفایی کردند. چند سال است قالوا یا ابانا استغفر لنا، ای پدر ما برای ما مغفرت بطلب، استغفر لنا ذنوبنا،
برای گناهان ما از رب مغفرت بطلب، انا كنا خاطئین، ما خطاکار بودیم، ما اشتباه کردیم، ما واقعا جرم کردیم، الان پشیمانیم، از تو معافی میخوایم و از رب برای ما مغفرت بخواه که خدا ما را ببخشد. چه ظلم بزرگی. قال سوف استغفر لكم ربی، یعقوب وعده داد، مغفرت نطلبید، گفت ان قریب برای شما از ربم استغفار میخواهم. چرا الان استغفار نخواست؟ ببینید فرق یعقوب یوسف. اونجا که یوسف فوراً گفت یغفر الله لكم، خدا شما را ببخشه، اما یعقوب گفت سوف استغفر لكم ربی، ان قریب برای شما از ربم مغفرت می طلبم. چرا الان نطلبید؟ علما چند دلیل نوشتند. یک، نوشتند که یعقوب با خودش فکر کرد جفای اصلی و ظلم اصلی نسبت به یوسف بوده. یوسف را اینها بردند تو چاه انداختند، یوسف را بردن گم کردند، لذا حق اصلی مال او هست، باید ببینم یوسف تصمیمش چیه. خبر نداشت که یوسف همون لحظه بخشید. به این خاطر گفت که من میخواست اول سفارش اینها را پیش یوسف بکند، یوسف اونها را ببخشد، بعدا از خدا مغفرت بطلب. بعضی اینو گفتن، بعضی گفتن نه، علت تأخیر این بود که میخواست بدونه آیا واقعا پشیمانند یا الان که خجلند مغفرت و معذرت خواهی میکنند. میخواست که بدوند که ندامتشون حقیقی هست. و سومین توجیه که نوشتن اینه که وقت سحر وقت استغفار است. سوف استغفر لكم، چون الله تعالی هم درباره بندگان صالح گفته و بالاسحار هم یستغفرون، در وقت سحر استغفار میخوانند. پس سوف استغفر لكم معنیش اینه که به وقت سحر برای شما، اون وقت که وقت مغفرت خواهی هست، اون زمان از رب برای شما مغفرت میخواهم. انه هو الغفور الرحیم، همانا الله اون ذات غفور بخشاینده و مهربان است. علی ای حال خانواده یعقوب، حضرت اسرائیل، که اسرائیل همین یعقوب است، لقب یعقوب است. اسرائیل گفتم معنیش هست عبدالله، یعنی بنده خدا در همون زبان عبرانی. لذا خانواده اسرائیل و خانواده یعقوب تمامشون از کنعان حرکت کردند، همه با اسب و شتر و سواری های تندرویی که پادشاه و فرعون مصر فرستاده بود، اینها رفتند و سریع رسیدند. یوسف علیه السلام هم با یک هیئت بلند پایه‌ای از ارکان سلطنت بیرون شهر آمد و انتظار پدر و خاندان بود. به محض اینکه پدر آمد، پدر را در آغوش گرفت و پدر یوسف خودش را در آغوش گرفت، همدیگر را معانقه کردند، خوشحال شدند، شکر الله را به جا آوردند و یوسف علیه السلام پدر و نامادری و برادران خودش را به قصرش و به محل زندگیش برد. قرآن میگه فلما دخلوا علی یوسف، زمانی که بر یوسف داخل شدند، آوا الیه ابویه، جای داد به سوی خودش پدرش را، علی العرش، بر تخت خودش برد، اون تختی که مخصوص نشست یوسف بود و او یوسف اونجا می نشست، اکرام کرد. یوسف به فکر اون سجده نبود، پدرش را اونجا برد که بر اون تخت بشیند، اما بی اختیار همه وقتی که در اون جمع شدند، همه برادران، پدر، مادر به سجده افتادند. وقالت خلو مصر ان شاء الله آمنین، به پدر و برادران گفت داخل بشید مصر ان شاء الله. این ان شاء الله برای تبرک است.
آمینین، ایمن باشید، دیگه قحطی نیست، دیگه فراق و جدایی نیست، همه خطرات دیگه تمامه. میگویند حضرت یعقوب علیه السلام در این روزها 130 سال سن داشت. و رفع ابویه علی العرش، پدر مادرش را بر عرش بلند کرد، بر عرش نشاند. و خروا له سجدا، و افتادند همه برای یوسف سجده کنان، یعنی سجده تعظیمی بود. همه تعظیم کردند، پدر، برادر و مادر، همه 11 برادر. یوسف الان بیادش آمد. سبحان الله، این همون تعبیر هست. و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، ای پدر این تعویل رؤیای من هست، اون رؤیایی که قبل از این داشتم. قد جعلها ربی حقا، قرار داد اون را رب من حق به اعتبار ظهور ظاهرش کرد. و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، الله به من احسان کرد. ببین مرحله مشکل چی بود که خدا مرا از چاه نجات داد، ولی اصلا نامی از چاه نمیبرد. چرا؟ نمیخواهد بیشتر این برادران را شرمنده کند، اینها را دیگه بخشید. نامی از چاه نیست، این اخلاق کریمانه یک پیغمبر است. و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، الله بر من احسان کرد زمانی که مرا از زندان بیرون کرد، مرا از زندان بیرون کرد و اینجا عزیز مصر قرار داد. و جاء بكم من البدو، و شما را از بدو آورد، از جنگل و از روستا آورد در این شهر. شما را الله از اونجا آورد، مرا از زندان آورد و الله احسان کرد. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. بازم اخلاق کریمانه یک پیغمبر را ببینید، مقصر میگه شیطان است، برادرانم نیستن. بعد از این که شیطان جدایی افکند، شیطان اختلاف افکند بین من و بین برادرانم، شیطان با ما کرد. لذا بعد از این همه مشکلات، بعد از این همه، الله عزوجل بر ما لطف کرد، بر ما احسان کرد. ان ربی لطیف لما یشاء، همانا رب من لطیف است، لطف دارد، مهربان است، آنچه که بخواهد. انه هو العلیم الحکیم، بدون شک اون پروردگار علیم هست، میداند و کارهایش با حکمت است. علی ای حال، وقتی که به اینجا رسیدند، یعقوب علیه السلام فرزندش را، محبوبش را دید، دیگه گفت که بعد از دیدار تو دیگه زندگی بسه. تنها آرزویم این بود، در روایت های تفسیری نوشته که یعقوب گفت تنها آرزویم این بود که یک بار دیگه یوسفم را ببینم. الان که چشمم روشن شد و چشمم خنک شد، دیگه الله عزوجل هر وقت موت را بیاره من آماده هم. آمادگی برای مرگ کرد. و نوشتن یعقوب علیه السلام در سن 147 سالگی از این دنیا رفت. یعنی معلوم میشه که 17 سال یوسف علیه السلام برای پدرش خدمت کرد و یوسف در خدمت پدر و برادران بود تا اینکه آخرین لحظات یعقوب علیه السلام مریض شد در همین مصر و تمام فرزندان اطرافش جمع بودند. اون توصیه‌ای که در سوره بقره خواندیم، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، همه فرزندان خودش را توصیه کرد به توحید، به دین توحیدی، به اینکه همواره در مقابل الله تسلیم بشند و دیندار بمانند. یعقوب علیه السلام این توصیه را هم کرد و به یوسف علیه السلام وصیت کرد که من میخواهم مرا پیش پدرم و جدم دفن کنید، مرا به همون شام ببرید، پیش پدرم اسحاق و جدم ابراهیم مرا ببرید و دفن کنید. لذا بعد از این توصیه ها یعقوب علیه السلام چشم از جهان فرو بست، رحلت کرد، به دیدار رب رفت
و یوسف علیه السلام طبق توصیه پدر با یک هیئتی بسیار بزرگ با همه برادران جنازه حضرت یعقوب علیه السلام را حمل کردند و با سرعت به طرف شام رفتند. میگویند 7 روز طول کشید. هر وقت 20 روز الی 1 ماه طول میکشید. 7 روز طول کشید. حضرت یوسف علیه السلام جنازه پدر را برد، همونجا که وصیت کرده بود دفن کرد و بعد از اون حضرت یوسف برگشت به مصر و خدماتش را ادامه داد. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل